امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کادرهای برای تعیین به وظیفه‌های هیئت راهبری در وزارت و اداره‌های ساحه‌های بانکداری، معارف، علم، نقلیات، انرژتیکا، گمرک و نفقه پیشنهاد شده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. از حساب کادرهای جوان و صاحب اختصاص، دانندگان زبانهای خارجی و تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی استحصالی، معاونان راهبران وزارت و اداره‌های بخش‌های نامبرده دایر بر رقمی کنونی استحصالات و تکنولوژی معاصر رقمی تعیین کرده شدند. در یک قطار مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز تغییرات کادری صورت گرفت. کادرهای جوان دارای دستاوردهای نمایان علمی و تعلیمی به وظیفه‌های راهبری در این مؤسسه‌ها تعیین گردیدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جریان صحبت سطح و صفت تعلیم را در مؤسسه‌های وزارت معارف و علم با مثال‌ها تحلیل نموده دایر به بلند برداشتن صفت تعلیم، تربیت متخصصان جوان و برطرف نمودن کمبودی‌های وابسته به نارسایی کادرهای آموزگاری و متخصصان جوابگو به طلبات روز سپارش‌های مشخص دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان کادرهای به وظیفه‌های نو تعیین شده را به خدمت صادقانه صاف دلانه به وطن و مردم تاجیکستان و با دست و دل پاک اجرا نمودن وظیفه‌های خدمتی هدایت نمودند.